عبدالمجید چوپالایف راننده 65 ساله مسافربر در مخچقله است. 3 سال است هر جمعه و روز عید قربان از مسافران راهگیران نمیگیرد. راهگیرا پگاه امروز صدقه. 4 بار سکته دل و 2 دفعه سکته مغزی شده است. خدا را شکر میگوید که زنده است. برای همین برای مسافرانش کار خیر میکند. از بر خدا میکنم که مرا از مصیبت ها نجات داد. هرچند دست چپش درست کار نمی کند ولی او ماشین می راند و نماز می خواند. نظر مسافران به اعلان داخلی مسافربر که هر روز جمعه سفر رایگان است گوناگون است. بعضی ها شگفت زده می شوند، دیگران به راننده سخی تشکر می گویند. از این پیش در یکی از صحبت‌هایش چوپالایف گفت آرزو دارد حج را زیارت کند. مصاحبه او را فاطمه سلطانова رهبر طرح حج عمره نیز تماشا کرده است. درباره بابای عبدالمجید من بر وقت شنیده بودم. فکر کردم به او رخصت حج را تحفه نمودند. اما بعداً معلوم شد که آرزویش عملی نشده است و ما تصمیم گرفتیم برایش مبلغ جمع کنیم. مبلغ در یک روز جمع. بعد از شنیدن این خبر که بعد نیم سال میتواند به زیارت حج برود، اشک در چشمانش حلقه زد. او را خط به حج را همیشه با خودش میگرداند.